أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایران اسلام رو ترک نمیکنه، مسلمان ها کافر نمیشن. ملت ایران اسلام رو ترک نمیکنه، نمیره زردشتی نمیشه، نمیره مسیحی نمیشه، نمیره یهودی نمیشه، اما ماهیت اینا رو میشناسه. و اینجاست که باید اسلام از نو باید شناخت. محمد پیغمبری است که از نو باید شناختش. قرآن در ایران باید از نو شناخته بشه. من میدونم به خوبی واقفم که دفاع از حقیقت در وقت قلب حقیقت خیلی مشکله، اما خداوند به انسان عقل داده. اونا میگفتند که یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، همچنان در سوره یونس آیه 18 هستش. با این حال خداوند پیامبر فرستاد میگفت که نه، این کارا رو نکنید. دعا و عبادت و استغاثه و استعانه مخصوص خداست. هر کسی که بین خودش و بین خداوند واسطه قرار بده، بر اون واسطه توکل بکنه، اونا رو بخونه، به اجماع امت کافر میشه. این تفکر غلو آمیز در میان مسیحیت بود که منتقل شد اینجا. و حاجت خواستن از مردگان. بابا جون، دوستان محترم، شنوندگان محترم، نور چشمای من، اگه مرد کاری میکرد چرا خودش میمرد؟ یه روزی که از این خرافی‌ها داشتم، از این خرافی‌های نوکر ولایت فقیه در تلویزیون المستقله عربی باش مناظره میکردم، میگفت که رسول خدا در قبر خودش زنده. گفتم اگه زنده تو اینقدر باید غیرت داشته باشی که رسول زنده در گوره، برو نجاتش بده. یکی در بغلم نشسته بود، کلمو بوسی. رسول زنده در گوره، اینا کله دارن، اینا عقل دارن، اینا اهانت رسول خدا نیست؟ قرآن صریح میگه انک میت و انهم میتون. میرن با آیه بازی میکنن. تو میمیری و همه میمیرن، برای که جهان از آن خداست. میگه نه، رسول خدا تا قبلش زنده، میدونه اعمال ما چیه. بیا درست کنه، خر بیاره بقره بر دراتش می. رسول خدا در قبل یه زمین زنده در اونجا نماز میکنه، عبادت میکنه، مراقب اعمال ما قبول داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با دینش، با سنتش، با کتابش بر دل میلیون ها مسلمان حکومت میکنه. و الان دولت های پریشان، دولت های مزدور اگر از رسول خدا دفاع نمیکنن، میبینید که ملت ها چطوری به پا میخیزند. اگر در مقابل این ملت ها همین دولت های مزدور رو میستادن، الان نه بوشی بود و نه شارونی. اینها قدرت مسلمان ها رو میدونن، برای قدرت در ایمانه. تو گلدمایر گفتن که صهیونیست، بهش گفتند که مسلمان ها چون روایتی دارند که بین شما اونا جنگ میشه و علیه و بره. گفت بله، ما هم میدونیم، ما هم قبول داریم، اما اون نسلی که با ما درگیر میشه اینا نیستن. ایناش دیگه، اون نسل این منظمه تحریر بود. شما میدونید که سازمان آزادی بخش فلسطین بنیانگذارانش اسلامیا بودن، یکی تو اونا رو ترور کردن تا گذاشتن لایکا اومدن، بعدم سجده کردن. مقصود اون لایکا اینجا بیدین ها، مصلحت پرستا، اصلا لایک هم نباید گفت، مصلحت پرستا. تازه از طرفات نماز هم میخون.